برای آنهایی که عاشق هستند. عشق و محبت عالی‌ترین احساسات انسانی است که در قلب هر یک انسان جای دارد. با عشق هنگام تجسم می‌گردد که از یار جدایی می‌کشی. از گل پرسیدن که عشق چیست، گفت پژمرده شدن. از ابر پرسیدن، گفت باریدن. از دریا پرسیدن، گفت خشکیدن. از آفتاب پرسیدن، گفت آن شب تاریکی به عاشقان پاک روشنایی دادن نمیتواند. و در آخر از انسان پرسیدن که عشق چیست، گفت جدایی. خواهرای چد مرا جدایی. اگر در خواب می دیدم غمی روز جدایی را، هوس اصلا نمی کردم در عالم عشق بازی را. چای گلی تقلی تقلی تقلی.